آرژانتین اکوادور، اولین بازی از مقدماتی جام جهانی 2026 در منطقه آمریکای جنوبی. تیم آرژانتین که اولین بازی رسمی خودش بعد از فینال جام جهانی رو در ورزشگاه مانومنتال کشور آرژانتین برگزار میکرد و میخواست که از همین ابتدای کار در بازی اول بتونه 3 امتیاز رو کسب کنه تا گام مهمی رو برای صعود به جام جهانی آینده برداره. به همین خاطر آرژانتین از ابتدای کار هجومی کار آغاز کرد تا روی ارسال دیپاول ضربه لاتارو مارتینز به دیرک دروازه اصابت کرد تا آرژانتین نتونه به گل اول بازی دست پیدا کنه. و اینم چهره مغموم مسی. در نیمه دوم حملات آرژانتین ادامه داشت تا توسط انزو فرناندز اونا یک بار دیگه به گلزنی نزدیک شدن، اما مدافعین تیم اکوادور اجازه این کار رو ندادن. در ادامه این بار تاگلافیکو شانس خودشو برای گلزنی امتحان کرد، اما ضربه سرکش او با اختلاف کم به بیرون رفت. آرژانتین همچنان بدون گل بمونه تا سرانجام توسط مسی این نابغه آرژانتین بالاخره تونست دقیقه 78 با یک ضربه زیبا توسط مسی به گل برسه و بتونه 1-0 از اکوادور پیش بیفته و بتونه در نهایت اولین 3 امتیاز خودش در راه رسیدن به جام جهانی رو توسط مسی و هنرنمایی او به دست بیاره تا در اولین گام خودش در ورزشگاه خانگی خودش مانومنتال بتونه با پیروزی 1-0 این 3 امتیاز مهم رو کسب کنه.